الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى إن حلقي هشتاد ششم از آموزش کلمة التوحید لا اله الا الله محمد رسول الله است که معنیش نیست معبودی بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هستند. به فضل و منت الله ما در حلقه گذشته به شما معنای انقیاد را در لغت و در اصطلاح بیان نمودیم و شما فهمیدید که معنای انقیاد این عمل کردن است و ضد انقیاد این ترک عمل است. اما در این حلقه ان شاء الله ما به شما دلیل ها را برای واجب بودن انقیاد، یعنی برای اینکه انقیاد شرط صحت لا اله الا الله است، از قرآن ذکر میکنیم. پس کلام الله سبحانه و تعالی، قرآن عظیم و شأن، به نهایت در جایهای گوناگون با لفظهای گوناگون به من شما بیان میکند که انقیاد، پابرجا بودن بر عمل و عمل اسلامی را انجام دادن، این شرط صحت لا اله الا الله است و هر کسی که انقیاد نداشته باشد لا اله الا اللهش درست نیست، مسلمانیش درست نیست. و تقریبا در اینجا ما به شما 27 آیت یا که کمی زیاد و کم به شما آیت ها را ذکر میکنیم و همه این آیت ها دلیل است و از همه این آیت ها استدلال میگیریم برای اینکه انقیاد این شرط صحت لا اله الا الله است. بارک الله فیکم. اولین آیت سوره زمر آیتی 54 است که الله سبحانه و تعالی میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انیبوا الی ربکم و اسلموا له. و انیبوا الی ربکم، با الله توبه نصوح بکنید، با الله بازگردید و توبه بکنید. انیبوا الی ربکم یعنی بسوی ربتون، الهتون، معبودتون بازگردید و توبه بکنید. و اسلموا له و تسلیم به همین الله بشوید. بارک الله فیکم. و این چنین در سوره یونس آیه 72 که الله میگوید: و امرت ان اکون من المسلمین، که البته این نقل است، نقل از قصه پیامبرش که میگوید من امر شدم که از جانب الله، یعنی از جانب الله امر شدم، مأمور شدم که از جمله مسلمین باشم. و این چنین الله در سوره لقمان آیه 22 میفرماید: و من یسلم وجهه الی الله، هر کسی که خودش را به الله تسلیم میکند در حالتی که این انسان محسن است، پس این انسان چنگ زده است، فقط استمسک، به تحقیق چنگ زده است بالعروة الوثقی، به عروة الوثقی، بلا اله الا الله. ما حالا به شما 3 آیات را ذکر کردیم: سوره زمر آیت 54، سوره یونس آیت 72، سوره لقمان آیت 22. اهل تفسیر، علما از اهل سنت در جماعت میگویند کلمه اسلم یسلم و مسلم همین در آیت ها آمده است. مثلا آیت اوله و اسلموا له، با الله اسلام بیاورید، تسلیمش بشوید. و پیامبر میگن که من از جانب الله امر شدم که از جمله مسلمان ها باشم. و در آیت لقمان، سوره لقمان آیت 22 آمده است که و من یسلم، هر کسی که تسلیم بشود. در هر 3 آیت این کلمه وجود دارد. پس اسلم یسلم و مسلم به معنای انقاد ینقاد و منقاد است.
همین معنای اسلامی که در این آیات ها آمده است معنای انقیاد را می دهد. معنای آیات ها همین است که هر کسی که انقیاد بر دین داشته باشد، یعنی هر کسی که عملهای دینی را، گفته های الله و رسولش را به جا بیاورد، به تحقیق چنگ زده است به کلمت التوحید. کلمت التوحید را چنگ زده است، گرفته است. کلمت التوحید همان کلمه است که این را عروة الوثقا گفته می شود. کلمت التوحید این عروة الوثقا است. پس بارک الله فیکم، این آیت اخیره به مانند آیتی که البته سوره لقمان آیت 22 به شما تلاوت کردیم دلالت می کند که هر کسی که تسلیم نشود، هر کسی که اسلام نآورد و هر کسی که انقیاد نکند، عمل را به انجام ندهد، پس این انسان به کلمت التوحید چنگ نزده است، مستمسک، گیرنده کلمت توحید نیست. یعنی همان کس از اهل توحید است و همان کس به توحید چنگ زده است که مسلمان شده باشد و تسلیم حقیقی شده باشد و بعد از این عمل رو انجام داده باشد، انقیاد کرده باشد. هر کسی که تسلیم نشده باشد و انقیاد عمل رو انجام ندهد، پس این به کلمه توحید چنگ نزده است. هر کسی که به کلمه توحید چنگ نزده است، این کی است؟ این کافر است. هر کسی که به کلمه توحید چنگ نمیزند این کافر است، مسلمان نیست، مؤمن نیست. بارک الله فیکم. پس برادرم و خواهر موحدم، معنای آیت این است که من و شما باید تسلیم الله سبحانه و تعالی باشیم و انقیاد را انجام بدهیم، یعنی عمل را انجام بدهیم. در همین حالت ما از اهل توحیدیم و هر کسی که تسلیم الله سبحانه و تعالی و رسولش نشود و انقیاد را انجام ندهد، از اهل کلمت التوحید نیست. پس این انسان کافر است، مسلمان نیست، مؤمن نیست. بارک الله فیکم. و این چنین الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیت 125 می فرماید: و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملت ابراهیم حنیفا. کیست بهتر؟ و من احسن دینا، و کیست بهترین دیندار یا که کسی که به دین چنگ زده است از آن کسی که اسلام آورده است به الله رب العزت و الجلال، خودش را تسلیم الله کرده است و در حالتی که این خودش محسن است و پیروی ملت ابراهیم شده است که ملت ابراهیم حنیف، یعنی یکتاپرست و موحد و اهل حق و اهل توحید. البته این استفهام انکاری است که از این دیده دیگر انسانی بهتری نیست. یعنی یک انسانی که تسلیم شده است به الله در حالتی که محسن است، یعنی عمل را انجام می دهد، پیرو به ملت ابراهیم حنیف یکتاپرست شده است، از این دیده آیا دیگر یگان انسان خوب و بهتری هست که دینش از این دین دیده دینش خوب باشد؟ نیست. این چنین انسانی نیست. و این چنین آیت دوم سوره آل عمران آیت 83 که الله میگه افغیر دین الله یبغون وله اسلم. آیا غیر دین الله را میخواهید، طلب دارید؟ وله اسلم، و به او یعنی به الله تسلیم شده است همه چیزها. پس این دو آیت دلالت بر انقیاد میکند. علما میگن که این آیت از 4 وجه، از 4 جهت دلالت بر انقیاد میکند. وجه اول، از جهت اولش اگر ذکر کنیم، دین میگن
این همانه که انسان ها بنده های الله به همون دین دینداری میکنند، ملتزم همون دین میشوند و گفته هایش رو به جا میارند و عمل میکنند و در حدود این دین می ایستند و همین دین را آشکار میکنند. بارک الله فیکم. پس الله سبحانه و تعالی در این سوره نساء آیه 125 و اینچنین در سوره آل عمران 183 گفت و خصوصا در سوره آل عمران آیه 83 افغیر دین الله یبغون، آیا غیر دین الله را میخواهید بلکه به الله تسلیم بشوید. در اینجا دین به کدام معنا آمده است؟ دین همون دینه که انسان ها پیروش میشوند، ملتزمش میشوند و عمل میکنند. از این جهت چی میشود؟ این آیت دلالت به انقیاد میکند. استدلال و محل شاهدش همین است. و از جهت دوم که الله میگه دین ممن اسلم، الله سبحانه و تعالی در اینجا دین را خودش تفسیر میکند و میگه که دین همون دین است که اسلام باشد. یعنی دین رو در اینجا الله میگه که دینی که من قبول میکنم دین اسلام است. پس دین اسلام چیست؟ اسلام این اخلاص است، اخلاص به الله است و اخلاص به توحید است و انقیاد کردن است. چرا که ما میگیم اسلام چیست وقتی که به شما سوال میتید؟ جوابش این است که اسلام الاستسلام لله بالتوحید، تسلیم شدن به الله به توحید و انقیاد له بالطاعه و عمل را انجام دادن به طاعت و عبادت، عمل را انجام دادن و براءت من الشرک و اهلی و بیزاری جستن از شرک و اهل است. پس این آیات هایی که در اینجا دین اسلام آمده است دلالت میکند که انقیاد این خودش اسلام است. اسلام، دین اسلام به انقیاد ناممکن است، چرا که معنای اسلام این انقیاد است. بارک الله فیکم. و اینچنین در آیت ببینید سوره آل عمران 83 افغیر دین الله یبغون وله اسلم، در اینجا الله سبحانه و تعالی رد میکند کسانی را که انقیاد به دین اسلام نمی کنند یا که غیر دین اسلام را میخواهند. و اینچنین از جهت سوم این آیت دلالت میکند که الله میگه و هو محسن در اینجا احسان به وجود نمی آید مگرم در حالت پیرو شدن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. همان وقت انسان محسن می شود، همان وقت عملش احسان هست و به درجه محسنی می رسد که انسان پیروی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بکند و عمل را انجام بدهد و پابرجا به انجام عمل رسول الله باشد. و چهارمین جهت که الله سبحانه و تعالی می گوید واتبع ملت ابراهیم حنیفه، و پیرو شد و متابعت کرد به ملت ابراهیم حنیف. پس ملت ابراهیم چه خیلی ملت بود که الله من شما را امر کرده است که ما پیرو به ملت ابراهیم شیم. ملت ابراهیم چه خیلی این ملت بود؟ ملت ابراهیم انجام دادن عمل بود، انقیاد بود، اخلاص بود، الولا و البراء و کفر بالطاغوت بود. چهار چیز عادتا انقیاد و اخلاص، یک، دومش الولا و البراء، دو، و سومش الکفر بالطاغوت، سه. که البته می شود که در اینجا ذکر بکنید که اهل التوحید یا که انقیاد یک، دومش اخلاص، سومش الولا و البراء، چهارمش کفر بالطاغوت بگید. هر کسی یکی از این چیزها را، انقیاد، اخلاص، الولا و البراء، کفر بالطاغوت، یکی از اینها را ترک بکند، از این شرط هایی که در اینجا ذکر شده است، انقیاد و اخلاص یک، الولا و البراء دو، الکفر بالطاغوت سه، از هر سه همین چیزهایی که ملت ابراهیم است، از هر سه همین شرط یکیش را ترک کند، که این را علما میگن که سه چیزی که از شرط های ملت ابراهیم است به تحقیق دینش باطل شده است و این انسان محسن نمی شود و کلمه لا اله الا الله برای این انسان هیچ فایده نمی باشد.
و حتی در سوره اینچنین بقره آیه 131 آمده است که اذ قال له ربه اسلم، زمانی که الله به وی گفت که تسلیم شو، گفت اسلمت لرب العالمین، من تسلیم به رب العالمین شدم. این آیت هم دلالت میکند که یعنی ملت ابراهیم ملت توحید بود و به من و شما مأموریم که به ملت ابراهیم پیرو بشیم. چه خیلی که گفتیم ملت ابراهیم 3 شرط دارد. همون وقت ما به ملت ابراهیم پیرو میشویم که این 3 شرط رو به جا بیاریم. اولا انقیاد و اخلاص، دومش الولا و البراء، سومش الکفر بالطاغوت. یکی از این ترک شود انسان کفر میشود، لا اله الا الله هیچ فایده ندارد. و این چنین الله سبحانه و تعالی در سوره حجر آیه 92 و 93 میفرماد فوربک لنسألنهم اجمعین عما كانوا یعملون. الله خودش قسم میخورد، پس میگه قسم به ربت ای محمد صلی الله علیه و حتما و حتما ما اینها انسانها رو، همه انسانها رو میپرسیم که عملهایشان را چگونه انجام میدن. یا که الله قسم میخورد به خودش و میگوید که حتما همه انسانها رو، همه اش را یگانتش را نپرسیده سوال میکنیم، میپرسیمشون اما كانوا یعملون، از همه آن چیزی که عمل میکردند و انجام میدادند. پس از عملهایی که در این دنیا میکنید شما در نزد الله جواب میدهید، مسئول هستید، به جوابگری کشیده میشوید. چه خیلی که مجاهد شاگرد ابن عباس رحمه الله و رضی الله عنهما و غیر از این کس از انس ابن مالک روایت میکنند و از ابن عمر رضی الله عنهم اجمعین روایت میکنند که این صحابگان گفتند لا يسألون عن العمل بلا اله الا الله. یعنی معنای این آیت فوربک لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون، سوره حجر آیه 92 و 93، معنای چیست؟ از انس ابن مالک خادم رسول الله روایت شده است و از ابن عمر روایت شده است. روایت صحیح است که این صحابگان گفتند معنای آیت این است که الله سبحانه و تعالی حتما همه انسانها را از عمل کردن به لا اله الا الله میپرسد، از عمل به لا اله الا الله میپرسد. قسم به الله ای مردم، شما را الله از عمل کردن به لا اله الا الله میپرسد که به لا اله الا الله چگونه عمل کردید، به لا اله الا الله آیا عمل کردید یا نکردید و چگونه عمل کردید. آیا کفر بر طاغوت به وجود آمد؟ رکن اولی لا اله الا الله، اثبات لا اله الا الله، شناخت لا اله الا الله، شرط های لا اله الا الله که 7 گانه است آیا به وجود آمد یا نه آمد؟ حتما پرسیده خواهد شد، چرا که الله قسم خورد به ذات خودش و گفت قسم به ربت ای محمد که حتما ما همه انسانها را اجمعین، همه اش را یگان نفر را ترک نکرده از آن چی که عمل میکنند میپرسیم. که صحابه گفتند یعنی از لا اله الا الله، از عمل به لا اله الا الله میپرسیم. پس شما خودتون را سوال بکنید که به لا اله الا الله چگونه عمل میکنید. و این چنین آلوسی در روح المعانی و غیر آلوسی دیگر از اهل علم در معنای این آیه میگند که والمعنى على ما في البحر يسألون عن الوفاء بلا اله الا الله والتصديق لقولها بالاعمال. سبحان الله. علما میگویند در این آیه حجر، در این سوره حجر آیه 92 که آمده است که فوربک لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون، فوربک لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون، این میگن سوال میشوند انسانها از وفا به لا اله الا الله و به تصدیق لا اله الا الله، به تصدیق کردن قول لا اله الا الله، و سوال میشوند از عمل کردن به لا اله الا الله. یعنی در روز قیامت الله سبحانه و تعالی از همه مردم سوال میکند که آیا به لا اله الا الله وفا کردید؟ آیا لا اله الا الله را حقش رو به جا آوردید؟ طلباتش رو به جا آوردید؟ مقتضایاتش رو به جا آوردید؟ آیا لا اله الا الله را تصدیق کردید؟ آیا به عمل لا اله الا الله را تصدیق کردید؟ بارک الله فیکم. یعنی وقتی که لا اله الا الله را به قول گفتید، به زبان گفتید، آیا به عمل همین گفته‌تان را تصدیق کردید یا نکردید؟ و تصدیق لقولها بالاعمال، و میپرسد الله از تصدیق کردن گفتن لا اله الا الله با عمل ها. یعنی همون وقت
لا اله الا الله شما درست است و صحیح است و تصدیق میشد که عمل رو انجام بدهید. عمل رو انجام بدهید. وقتی که عمل نیست لا اله الا الله قبول نیست. سبحان الله، سبحان الله. پس آیتی دیگر که الله سبحانه و تعالی در سوره فتح آیتی 26 میگوید و الزمهم کلمت التقوى و كانوا احق بها و اهلها، و الله به آنها ملزم کرد و الزام داشت کلمت تقوا را. کلمت التقوا یعنی لا اله الا الله را، و آنها مستحق بر همین کلمه بودند و اهل همین کلمه بودند. الله سبحانه و تعالی در این آیت به ما خبر می دهد سبحانه و تعالی که الله سبحانه و تعالی به مؤمنین منت کرده است، به مؤمنین فضل و کرم خودش را داده است. که این چی است؟ منت لا اله الا الله. این منت الله به مؤمنان این لا اله الا الله است و این چنین انقیاد و عمل کردن به لا اله الا الله است و ترک کردن شرک است و ملازمت کردن و پایبند بودن به لا اله الا الله است. و مؤمنان را الله سبحانه و تعالی اهل همین کلمه تقوا لا اله الا الله قرار داده است و احق ترین انسان ها، مستحق ترین انسان ها به همین کلمت حق، به کلمت التقوا لا اله الا الله که را قرار داده است، مؤمنین را قرار داده است. و مشرکین را، آنانی که از گفتن قول لا اله الا الله دست میکشند، امتناع میکنند و از عمل کردن لا اله الا الله دور میجویند، از این کلمه که اصلا دور هستند، الله اونها را بینصیب کرده است. بارک الله فیکم. پس معنای سوره فتح آیت 26 هم دلالت به انقیاد میکند، یعنی عمل را انجام دادن. این در حقیقت شرط صحت لا اله الا الله است. پس الله سبحانه و تعالی مؤمنین را چی کرده است؟ اهل کلمت التقوا کرده است، یعنی اهل لا اله الا الله کرده است. چه خیلی که الله میگه و الزمهم، الله آنها را، کیها را؟ آنها مؤمنان را، یعنی الله مؤمنان را ملزم به کلمت التقوا کرده است، ملزم کلمت التقوا کرده است، یعنی اهل کلمت التقوا کرده است. الله سبحانه و تعالی مؤمنان را اهل کلمت التقوا کرده است، یعنی اهل لا اله الا الله کرده است. و همین مؤمنان احق بها، به همین کلمه لا اله الا الله مستحق ترین انسان هستند و به نهایت حق زیاد دارند. و اهلها، و اهل همین کلمه هستند. و همین مؤمنان شرک را ترک کرده اند و گفته های لا اله الا الله را، طلباتش را بجا آوردند و انقیاد کردند. بارک الله فیکم. و بعضی از اهل علم میگویند که و الزامهم ایاها بالحکم والامر بها والانقیاد له. و در اول آیت که اومده است و الزمهم کلمت التقوا، الله کلمه تقوا را به مؤمنان ملزم کرده است، الزام کرده است، یک چیزی لازمی و ضروری کرده است، ملزم کرده است، الزام کرده است. معنای این را علمای اهل سنت میگن که الزام الله مؤمنان را به کلمه تقوا، به کلمه لا اله الا الله، این چگونه است؟ یعنی الله من شما را امر کرده است و من شما را ملزم کرده است و الزام کرده است که ما به لا اله الا الله حکم بکنیم و امر لا اله الا الله را بجا بیاریم و انقیاد و عمل را به لا اله الا الله انجام بدهیم. بارک الله فیکم. الله سبحانه و تعالی در سوره انعام آیت 106 میگوید اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو. اتبع یعنی پیرو شو، ای محمد صلی الله علیه وسلم پیرو شو، متابعت کن با آن چیزی که از جانب الله به تو وحی شده است که نیست معبودی بر حق بجز او، یعنی الله. پس الله سبحانه و تعالی در این آیت سوره انعام آیت 106 اتباع، پیرو شدن، اتباع شدن، انقیاد و انقیاد یعنی عمل کردن را از چیزهای ضروری لازمی توحید قرار داده است و اتباع انقیاد را از شرط توحید قرار داده است.
از این فهمیده می شود که انقیاد یعنی عمل کردن، این شرط صحت لا اله الا الله است. و الله سبحانه و تعالی در سوره حج آیت 54 می گوید وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُم. فتخبت معنوش یعنی قبول بکند، یعنی فتخبت له قلوبهم، قبول بکنند قرآن را به قلبهایشون، یا که قبول بکنند کامل دین را، قرآن را، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را به دلهایشون و این چنین انقیاد بکنند، عمل بکنند. تخبت معنیش قبول کردن و عمل کردن، انقیاد کردن. بارک الله فیکم. بارک الله فیکم. این چنین الله سبحانه و تعالی در سوره زمر آیه 17 و 18 میگه والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحان الله. الله میگد و آنانی که اجتناب کرده اند، خودشان را داشته اند، باز ایستاده اند، دست کشیدند. اجتناب معروف است. و آنانی که اجتناب کرده اند از طاغوت، یعنی از طاغوت پرستی دست کشیدند، طاغوت را ترک کردند و کفر بر طاغوت کردند. ای یعبدوها، این که بپرستند. و انابوا الی الله، و به سوی الله آمده اند و توبه به سوی الله کردند. یعنی آنانی که اجتناب کرده اند که طاغوت را بپرستند، پرستیدن طاغوت را ترک کرده اند و به سوی الله آمده اند و با الله سبحانه و تعالی توبه کرده اند، برای اونها بشارت از جانب الله است. پس میگه بشر عبادی، بشارت بده ای محمد بندگان من، همان بندگانی را که میشنوند سخن را، یعنی میشنوند قرآن را، سخن حق را، بعد از شنیدنشون پیرو میشوند به بهترینش. البته همه قرآن و سنت بهترین است. بارک الله فیکم. این آیت دلالت است که هر کسی که میشنود و پیرو میشود به قرآن و سنت، برای اونها بشارت است. هر کسی که خود را از طاغوت پرستی نگه داشته است، از طاغوت پرستی دست کشیده است، به طاغوت کفر ورزیده است و طاغوت را ترک کرده است که پرستیده نشود و به سوی الله آمده است، برای اونها بشارت است و اونها خوشبختی است. و این آیت دلالت می کند به شرط قبول، این چنین قبولی که شرط ششم لا اله الا الله بود. و این چنین آیت دلالت می کند به شرط صحت لا اله الا الله، هفتمین شرط الانقیاد. هم به قبول و هم به انقیاد این آیت دلالت می کند. بارک الله فیکم. علما میگن فإن الانابة والاستماع من معانی الانقیاد والقبول والاتباع. معنای انابتی که در این آیت آمده است و استماعی که آمده است، این خودش یکی از معناهای انقیاد و قبول و اتباع است. بارک الله فیکم. پس این چنین آیت ها به نهایت زیاد است و در حلقه های آینده و در موضوع های آینده نیز به شما بیان کرده می شود. آیت های دیگر را بیان کرده می شود. مثلا درباره انقیاد کردن به قرآن، انقیاد کردن به رسول الله، پیروی کردن به رسول الله، البته آیت ها را ذکر میکنیم. و در مسئله کفر اعراض، کفر تولی، کفر امتناع عن الانقیاد، در همه این موضوع ها این چنین دلیل ها ذکر کرده می شود که همه اش با کامل کننده این مسئله است. پس بارک الله فیکم، با همین به شما بیان گشت که قرآن آشکار، واضح، قطعی دلالت می کند که الانقیاد شرط صحت لا اله الا الله است. قرآن آشکار و واضح و روشن دلالت می کند که هر کسی که انقیاد را ترک کرد، عمل کردن اسلام را ترک کرد، این انسان کافر است و لا اله الا الله گفته اش هیچ فایده ندارد. پس این سخن الله رب العزت و الجلال بود. خود تأمل بکنید
و هیچگاه نگویید که دل من پاک است، تمام است، عمل نمی کنم. نه، باید که انقیاد بکنید و عمل را انجام بدید. با همین این حلقه را به پایان میرسونیم و در حلقه آینده دلیل ها را از سنت رسول